سلام خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه هر جایی که هستید. من هادی امیری هستم و توی این ویدیو میخوام در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم که چطور میتونیم توی زندگیمون موفق باشیم. چون سوالیه که خیلی وقتا ما دنبالش میگردیم. آقا ما چطور میتونیم موفق بشیم؟ موفقیت اصلا چیه؟ و ما چطور میتونیم پله های موفقیت رو دونه دونه طی بکنیم و به موفقیت برسیم؟ بذارید راجع به این موضوع اینجوری شروع بکنم که دوستان، موفقیت یک ذهنیت درست با عمل درسته. یعنی ما توی زندگیمون میتونیم به خیلی چیزها برسیم اگر که بیایم روی ذهنمون کار بکنیم. چون اگر شما برید زندگی افراد موفق رو نگاه بکنید، متوجه میشید که افراد موفق هیچ تفاوتی با بقیه آدما ندارن، ولی تنها تفاوتشون اینه که اونا تونستن ذهن خودشون رو کنترل بکنن، تونستن یک سری کارهایی رو انجام بدن، کارهای درستی که باعث نتیجه گرفتن توی زندگیشون شده و تونستن کسب و کارهای خیلی بزرگی رو ران بکنن و داشته باشن و بتونن ازش پول در بیارن. خب حالا بیایم ببینیم مثلا ما باید چی کار بکنیم که رو ذهنمون کار بکنیم. دوستان، ما داریم در جهانی زندگی میکنیم خب که کاملا از انرژی و فرکانس ساخته شده. خب یعنی تمام افکار و فرکانس های ذهنی ما دارن اتفاقات زندگی ما رو رقم میزنن. مثلا شما اگر بیاید دائم صبح تا شب به مشکلات فکر بکنید، به بیپولی فکر بکنید، به اتفاقات بد فکر بکنید، به اتفاقاتی که قبلا براتون افتاده فکر بکنید، چون فکر شما منفیه، در نتیجه جهان این فرکانس ها رو از شما میگیره و اتفاقاتی که هم جهت و هم خواسته است با اون فرکانس ها رو وارد زندگی شما میکنه. یعنی الان اگه شما برید آدمای مثلا فقیر رو ببینید، متوجه میشید که آدمای فقیر مدام دارن به فقر فکر میکنن، مدام دارن به مشکلات فکر میکنن، مدام دارن به اتفاقات ناراحت کننده فکر میکنن و در نتیجه اتفاقات زندگیشون هم دقیقاً همون شکلیه و این اتفاقات ناراحت کننده هی داره بیشتر میشه تو زندگیشون، هی دارن اتفاقات تلختر بیشتری رو تجربه میکنن. اما از اون دست ما داریم افراد ثروتمندی رو که مدام دارن توی ذهنشون به ثروت فکر میکنن، به پیشرفت فکر میکنن، به چیزهای خوبی که دوست دارن بهشون برسن فکر میکنن و به خاطر اینکه ذهن این افراد مثبته، اتفاقاتی رو تجربه میکنن تو زندگیشون، آدمهایی رو ملاقات میکنن که باعث شه اون افراد تو زندگیشون پیشرفت بکنن، موفقتر باشن، ثروتمندتر بشن. یعنی یه سوالی بود که من همیشه از خودم میپرسیدم وقتی خیلی سنم کوچیک‌تر بود، میگفتم تفاوت یه فرد ثروتمند با یه فرد فقیر چیه؟ وقتی که اومدم این دوتا رو گذاشتم کنار هم و مقایسه‌شون کردم، متوجه شدم که آدم‌های اون فردی که فقیرتر بود خیلی بیشتر از آدمی که ثروتمندتر بود داشت تلاش بیشتری میکرد، سخت‌تر کار میکرد، خیلی تلاش بیشتری میکرد، تلاش فیزیکی بیشتر، اما حتی 1/100 اون آدم هم نتیجه نمیگرفت. و برعکس موضوع هم دقیقاً بود. میومدم نگاه میکردم، میدیدم یه سری از افراد هستن که تلاش فیزیک سختی انجام نمیدن اما نتیجه هاشون خیلی خیلی بزرگتره، خیلی خیلی بزرگتر از اون چیزی که من میتونستم فکرشو بکنم حتی. چون که من خیلی از این افراد تو زندگیم دیدم و همیشه برام سوال بود که آقا چه تفاوتی وجود داره، این افراد چی کار دارن میکنن که میتونن انقدر نتیجه بگیرن، انقدر تو زندگیشون پیشرفت کنن. همینجوری که داشتم این افراد رو با هم دیگه مقایسه میکردم و داشتم میسنجیدم با هم دیگه اینا رو، متوجه یک موضوع شدم. متوجه شدم که افراد ثروتمند یک جور متفاوتی از عموم جامعه دارن فکر میکنن. یعنی رفتم با چند از آدمای موفق صحبت کردم، دیدمشون تو زندگیم و وقتی که رفتارشون رو دیدم، وقتی که نوع برخوردشون با مسائل رو دیدم، متوجه شدم که خیلی دید مثبتی دارن، خیلی مثبت اندیشن، خیلی به چیزهای خوب فکر میکنن تا چیزهای بد. مثلا من میرفتم میدیدم یه اتفاقی افتاده خب و ریاکشن اون آدم ثروتمنده خیلی نگاه مثبتی داشت، اصلا از اتفاقات بدی که تو زندگیش میافتاد ناراحت نمیشد. یا وقتی که مثلا میخواستیم راجع به اقتصاد صحبت بکنیم، راجع به کسب و کار، راجع به بیزینس صحبت بکنیم، متوجه میشدم که این آدم خیلی نگاه مثبتی داره.
یعنی همه جا مثلا میگفتن که آقا پول نیست، دلار گرون شده، دیگه نمیشه مثلا کسب و کار رو اندازی کرد، دیگه نمیشه موفق شد. اما وقتی با یه آدم ثروتمند میرفتم صحبت میکردم راجع به این موضوعات، بعد مثلا میگفتم که حالا نظر راجع به اقتصاد چیه، راجع به دلار چیه، یک نگاه کاملا متفاوتی رو داشت. میگفتش که نه، خیلی بازار خوبیه، دلار درست رفته بالا، گرونتر شده، خدمات منم گرونتر شده، محصولات منم گرونتر شده، در نتیجه من دارم همونجوری پولمو در میارم. برای من فرقی نمیکنه که چه اتفاقی داره میفته، چون پول هست تو بازار، چون بیزنس میشه انجام داد. یعنی نگاهش کاملا متفاوت بود از بقیه جامعه. و یکی دیگه از اون نکات مهمشون رفتارشون بود و عملی که داشتن انجام میدادن. ببینید دوستان، این جهان تماما داره با فرکانس های ما بازی میکنه. خب یعنی ما هر چیزی رو که در زندگیمون تجربه میکنیم، خب رفلکسی از باورهای خودمونه، رفلکسی از افکار و تصویرسازی های خودمونه. خب پس در نتیجه اگر ما بیایم راجع به چیزهای مثبت فکر بکنیم، بیایم راجع به چیزهای مثبت تصویر سازی بکنیم، خب جهان فرکانس ما رو میگیره، موج ما رو میگیره و یک سری ایده هایی رو به ما میده. خب یک سری راهکارهایی رو به ما میده برای اینکه ما بتونیم توی اون حوزه به موفقیت برسیم. مثلا من میام باورهای مثبت تو ذهنم ایجاد میکنم که مثلا میگم خب خیلی راحت میشه پول در آورد. میام روی این موضوع مثلا کار میکنم که آدما همشون خوبن. میام روی این موضوع کار میکنم که اگر من یک کسب و کاری رو بزنم خیلی راحت میتونم توش موفق بشم. خب زمانی که من میام روی این موضوعات کار میکنم، جهان میاد یک سری راهکارهایی رو به من میده. خب و من با انجام دادن اون راهکارها میتونم پله پله پیشرفت کنم و به موفقیت برسم. خب اشتباهی که خیلی از افراد تو زندگیشون دارن انجام میدن، یعنی بعضی از افراد هستن خب که رو ذهنشون دارن کار میکنن اما عملش رو ندارن. مثلا یک نفر میاد میگه که من دوست دارم توی یک کسب و کاری موفق بشم، خب میاد رو ذهنش کار میکنه، میاد تصویرسازی میکنه، ولی موقع عمل که میرسه، موقع عمل کرد که میرسه، اون آدم هیچ فعالیتی نمیکنه. من یه مثال براتون میزنم. مثلا شما استیو جابز رو در نظر بگیرید. استیو جابز رویای این رو داشت در ذهنش که یه شرکت بزرگ داشته باشه، اینکه ثروتمند باشه. چون این رویا رو در ذهنش داشت و داشت دائم به اون خواسته فکر میکرد، خب در نتیجه جهان اومد یه سری راهکارهایی رو گذاشت جلوی پاش. خب و استیو جابز اومد از همون راهکارهایی که جهان بهش داده بود استفاده کرد برای پیشرفت کردن. اومد از این فرصت‌ها استفاده کرد، چون که اینا درخواستی بود که استیو داشت دیگه. استیو درخواست پیشرفت داشت، درخواست ثروت داشت. حالا جهان اومده بود یه سری راهکارا گذاشته بود جلوی پاش و بعد استیو اومده این راهکارها رو انجام داده، تلاش کرده در اون مسیر درست و کم کم تونسته نتیجه بگیره، کم کم تونسته یک دفتر بگیره، بعد یک شرکت بزنه و می‌بینیم که بعد تبدیل شد به ثروتمندترین فرد جهان. اگر ما بریم زندگی افراد موفق رو مطالعه بکنیم، کاملا متوجه میشیم که هر کسی که تو زندگیش تونسته موفق بشه یک ذهنیت درست داشته، میدونسته دقیقاً چی میخواسته، هدفش براش مشخص بوده و یک اشتیاق سوزان داشته برای رسیدن به اون هدفها و زمانی که راهکارهایی بهش گفته شده اومده همون راهکارها رو هم انجام داده. دوستان، ما هیچ فرقی با آدمای ثروتمند نداریم. ما هیچ محدودیتی در وجود خودمون نداریم. یعنی اینجوری نیستش که بگیم یه نفر تونسته موفق بشه، شانس داشته، اتفاقی بوده، پدری ثروتمند بوده یا هر چیز دیگه. علم ثابت کرده دوستان چیزی به نام شانس وجود نداره. اگر برید زندگی افراد موفق رو بخونید، یکی مثل استیو جابز، یکی مثل بیل گیتس، متوجه میشید که آقا این افراد خیلی افراد فقیری بودن. انقدری فقیر بودن که حتی هزینه دانشگاه رفتن رو نداشتن، حتی تحصیلات دانشگاهی ندارن، اما تونستن به ثروت‌های خیلی خیلی زیادی برسن. چون که همه انسان‌ها شبیه همن، پس محدودیتی وجود نداره. اگه این نفر تونسته تو زندگیش پیشرفت کنه، موفق بشه، شما میتونید تو زندگیتون موفق بشید.
اینجوری نیستش که موفقیت فقط برای بعضی از افراد باشه، موفقیت برای یک عده خاصی باشه و شما دیگه نتونید تو زندگیتون پیشرفت بکنید. این یه ذهنیت غلطیه که ما از بچگی تو ذهنمون داریم. همیشه فکر می‌کردیم که هر کی که ثروتمنده حتما یک عامل بیرونی باعث شده که اون ثروتمند بشه. حالا یا شانس داشته، یا پدرش ثروتمند بوده، یا مثلا خیلی با استعداد بوده. ولی نکته جالبش اینه که دوستان، بیل گیتس برنامه‌نویسایی رو استخدام کرد توی شرکت خودش که خیلی از بیل گیتس سرتر بودن، خیلی حرفه‌ای تر از بیل گیتس بودن، اما بیل گیتس شرکت داشت و نخبه ترین آدمایی که توی حوزه برنامه‌نویسی کار می‌کردن اون موقع استخدام شده بودن تو شرکت کسی که علمشون از اونها پایین‌تر بود. اما بیل گیتس ذهن مثبت داشت و عمل کرده بود و تلاش کرده بود برای پیشرفت کردن، تلاش کرده بود برای موفقیت. به همین دلیل هم تونست تبدیل بشه به ثروتمندترین فرد جهان. بیل گیتس برای 12 سال پیاپی ثروتمندترین فرد جهان بود. ببینید این آدم چقدر تونسته ثروت خلق بکنه، چقدر تونسته تو زندگیش موفق باشه. اگر ما این موضوعات رو بذاریم کنار که ما نمیتونیم موفق بشیم، که ما شانسشو نداریم، که ما پدر پولدارشو نداریم، که ما سرمایه‌شو نداریم، اگه اینا رو بذاریم کنار، اگه بیایم فقط رو ذهنمون کار بکنیم و وقتی که رو ذهنمون کار کردیم، وقتی که هدفمون مشخص شد، بیایم عمل بکنیم، تلاش بکنیم، امکان نداره ما تو زندگیمون نتونیم موفق بشیم. موفقیت خیلی ساده تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم، اما به خاطر آموزش اشتباه توی جامعه، به خاطر تحقیرایی که تو بچگی شدیم، به خاطر حرفایی که تو مدرسه شنیدیم یا تو تلویزیون و اخبار و تو فیلم‌ها به ما نشون دادن، ما باور کردیم که موفقیت برای ما نیست. ما نمیتونیم موفق بشیم، ما نمیتونیم پیشرفت کنیم و به همین دلیل هم هست که هیچ تلاشی براش نمی‌کنیم. چون تو ذهن ما این موضوع حل شده که آقا تو دیگه نمیتونی موفق بشی، تو نمیتونی ثروتمند بشی، تو اگه خیلی همت بکنی، اگه خیلی شانس داشته باشی، بتونی یه خورده وضعت از پدرت بهتر بشه. در غیر این صورت حتی شاید به وضع پدرت هم نتونی برسی. وگرنه این همه فرد ثروتمند، این همه فرد موفق شانسی موفق نشدن. فرصت توی این جهان بی نهایت دوستان، بی نهایت فرصت وجود داره. نگاه میکنی میبینی یک بچه 15 ساله با فروش مربای خونگی، مثلا این مادر بزرگش مربا درست میکرده، خیلی مثلا مرباش خوشمزه بوده، این بچه میرفت این مربا رو میکرد تو شیشه میفروخت به در همسایه‌شون. خب یک سال بعد این بچه 15-16 ساله میلیونر شد، میلیون دلاری ثروت به دست آورد. یه بچه. حالا نمونه‌هاش خیلی زیاده، ما میتونیم خیلی از این مثال ها رو بزنیم. یکی مثل مانی خوشبین که یک کارآفرین ایرانی بود که وقتی رفتش مثلا توی آمریکا از فقر زیاد میرفت روزنامه میفروخت، میرفت دم خونه مردم وسیله مثل آجیل و تخم و این چیزا میفروخت، میرفت توی سوپرمارکت ها کار میکرد بابت مثلا یه دستمزدی که فقط بتونه شکمشو سیر بکنه. اما همون آدم الان تبدیل شده به یکی از ثروتمندترین افراد آمریکا، یک ایرانی که از صفر مطلق شروع کرد به خاطر اینکه اینو میدونست که ذهنیت مثبت و عمل درست و تلاش درست تو رو به هر نقطه‌ای که بخوای میتونه برسونه. هیچ محدودیتی وجود نداره. محدودیت فقط تو ذهن ماست. چون ذهن ما محدوده، ما حتی به خودمون این اجازه رو نمیدیم که فکر کنیم، فکر بزرگ بکنیم، خودمون رو اون جایی که دوست داریم ببینیم. و زمانی که این اتفاق میفته ما چه انتظاری از خودمون داریم؟ وقتی ما حتی نمیتونیم راجع به جایی که میخوایم بریم، راجع به پیشرفتی که داریم حتی فکر بکنیم. اصلا به این موضوع دقت کردید دوستان؟ تمام اطلاعاتی که تا الان به ما دادن اطلاعات اشتباهی بوده، اطلاعات منفی بوده. فقط اومدن رو ذهن ما کار کردن، یه سری دیتاهای منفی به ما دادن، یه سری اطلاعات منفی به ما دادن که ما اصلا حتی به خودمون باور نداریم. ما حتی نمیدونیم کجا میخوایم بریم، نمیدونیم مسیرمون کجاست، هدفمون کجاست اصلا. پس چطور ما انتظار داریم بتونیم پیشرفت بکنیم؟ دوستان پیشرفت کردن تو زندگی خیلی ساده است اگر اصولش رو انجام بدی. من به عنوان مثال یه نفر میخواد بره پیانو یاد بگیره، میتونیم بگیم که آقا تو به هیچ عنوان نمیتونی پیانو یاد بگیری؟
هر کسی بخواد این کار انجام بده با تمرین، با روش درست میتونه خیلی راحت پیانو رو یاد بگیره. موفقیت هم تو زندگی دقیقا همینه. همون جوری که پیانو یاد گرفتن یه سری قوانین خاص خودشو داره، پیشرفت در زندگی هم یه سری از قوانین خاص خودشو داره. اگر این قوانین رو یاد بگیریم، انجام بدیم، در نتیجه میتونیم موفق بشیم. موفقیت تو زندگی که مهارته، یک ذهنیت درسته، همون جوری که خیلی از کارهای دیگه هستش. مثلا ما بچه بودیم می‌خواستیم دوچرخه سواری یاد بگیریم، مگه ما میتونستیم مثلا به خودمون بقبولیم که نه من دیگه هیچ وقت نمیتونم دوچرخه سواری یاد بگیرم؟ ما انقدر تلاش کردیم توی اون کار که بالاخره یاد گرفتیم دوچرخه سوار شیم، چون علاقه داشتیم که بتونیم اونو تجربهش بکنیم. موفقیت هم دقیقا همینه. اگر ما علاقه داشته باشیم، اگر ما بخوایم که پیشرفت کنیم، قوانینش رو پیدا میکنیم، ازش استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم به هدفمون برسیم. اگر شما قوانین موفقیت رو یاد بگیرید، اگر شما بدونید که چه عواملی باعث میشه به موفقیت برسید، متوجه میشید که تا کل زندگیتون داشتید خلاف این قوانین رو عمل میکردید. چون که تمام اطلاعاتی که به ما دادن، تمام چیزهایی که به ما گفتن اطلاعات اشتباهی بوده. اطلاعاتی بوده که ما رو فقط و فقط از زندگی ایدئالمون دور کرده. وگرنه ما انسان ها نیومدیم به این جهان که بخوایم سختی بکشیم. ما نیومدیم به این جهان که عذاب بکشیم. ما اومدیم اینجا که لذت ببریم. ما اومدیم اینجا که تجربه کنیم خیلی از چیزا رو. ما اومدیم اینجا زیبایی ها رو تجربه کنیم. نیومدیم اینجا درد بکشیم. اما برنامه ریزی ذهن ما انقدر اشتباهه که ما داریم درد میکشیم. که ما هر چقدر میدویم، هر چقدر تلاش میکنیم، به هیچ نتیجه‌ای نمیرسیم. و وقتی هم که یه نفر میاد راجع به موفقیت با ما صحبت میکنه، وقتی هم که یه نفر میاد به ما میگه راه درست رو نشون میده، بهش میگیم تو دروغ میگی. میگیم تو داری اشتباه میگی. تو به خاطر نفع شخصی خودت داری این حرفا رو به ما میزنی. میدونی چرا؟ چون باور کردیم که ما نمیتونیم موفق بشیم. چون تو ذهن ما خوروندن که تو نمیتونی موفق بشی. حتی اگه راه درستش هم بشنوی، بازم باور نمیکنی که مسیر موفقیت این شکلیه. مسیر موفقیت اینقدر ساده است. چون برنامه‌ریزی اشتباه شدیم، چون اطلاعات ذهن ما اطلاعات اشتباهی بودن، چون ما از بچگی تحقیر شدیم. دوستان این خیلی موضوع مهمیه. این شاید مهمترین موضوع زندگی شما باشه. این که شما میتونید با علم موفقیت موفق بشید، هیچ محدودیتی نیست. این جهان این شکلی کار نمیکنه که بگی من به تو ثروت میدم، به تو موفقیت میدم ولی به تو یکی نمیدم. جهان شانسی نیست، جهان رندوم نیست، اتفاقی نیست. این جهان قانون داره. همون جوری که ما قانون جاذبه رو داریم، موفقیت هم قانون داره. همون جوری که ما وقتی یه دونه پرتقال رو بکاریم به ما موز نمیده، چون قانون داره این جهان، قانونمنده. به همون دلیل اگر ما از مسیر درست حرکت بکنیم به مقصد میرسیم. هیچ مشکلی هم نداره، هیچ شانسی هم در کار نیست. فقط باید بخوایم، فقط باید تلاش بکنیم، فقط باید یاد بگیریم این موضوعاتو. ولی ما انقدر ذهنمون محدود شده که حتی دنبال این موضوعات هم نمیریم، حتی تلاشی برای پیشرفت نمیکنیم. شدیم دقیقاً مثل یک سری حیوانایی که رام شدن، مثل اسبی که دیدید رام شده، وقتی که بندشو میندازن روی درخت اون اسب دیگه از جاش تکون نمیخوره، راممون کردن، تو افکار ما رسوخ کردن و یه سری باورهای اشتباهی رو کردن تو ذهن ما. وگرنه اگه بری زندگی افراد موفق رو بخونی، متوجه میشی که فقیرترین افرادی بودن که به بالاترین نقطه ها رسیدن تو زندگیشون. میدونین چرا؟ چون باور نکردن خیلی چیزا رو. چون به خودشون باور کردن، چون که دیدن یه سری از افراد تونستن موفق بشن، گفتن خب اگر اونا میتونن، خب پس منم میتونم دیگه. اونا چجوری رسیدن به اونجا، منم برسم به همونجا دیگه. اصلا یه مثال ساده ترش، آقا شما میبینید مثلا یه نفر رفته، به عنوان مثال میگم، رفته یه نمایشگاه ماشین زده، خیلی موفق شده، خیلی فروشش خوبه، خیلی میتونه مثلا پول در بیاره. حالا شما میخواد برید نمایشگاه ماشین بزنید. اگه برید همون کاری رو که اون آدم کرده انجام بدید، میشه موفق نشید. همون ذهنیتی که اون آدم داشته، همون رفتاری که اون آدم داشته، میتونید شما موفق نشید؟ میشه مثلا بگیم اون شانسی بوده، این مثلا چون اون شانس آورده پس من شانس ندارم؟
اینا همش همون باورهای اشتباهه، ولی وقتی میریم توی بحث موفقیت، میریم توی بحث پیشرفت تو زندگیمون، متوجه میشیم که دوستان ما انسان‌ها هیچ تفاوتی با هم دیگه نداریم، هیچ فرقی با هم دیگه نداریم، هیچ فرقی. از لحاظ توانایی همه ما یکسانیم، همه ما. اما افرادی که ثروتمند شدن، افرادی که موفق شدن، ذهنیت مثبت داشتن، باورهای مثبت داشتن و برای موفقیتشون تلاش کردن. هر کس دیگه هم بخواد تو زندگیش پیشرفت بکنه، اگر این اصل رو رعایت بکنه تو زندگیش، 100% به هر چیزی که میخواد میرسه. یه جوری به سمت موفقیت و به سمت پیشرفت حرکت میکنید که حتی باورتون نمیشه، چون که اصل همینه، چون که قانون همینه. توی این وبسایت، توی وبسایت hadiamiri.com ما هر روز داریم کلی ویدیو برای شما میذاریم دوستان، ویدیوهایی که بتونید ازشون استفاده بکنید. هدف ما پیشرفت شماست. توی گروه تحقیقاتی امیری ما تمام تمرکزمون رو داریم میذاریم فقط روی یک سری دیتاهای درست، یک سری از اطلاعات درست که بتونید اون اطلاعات رو ازشون استفاده بکنید برای پیشرفت توی زندگیتون، برای اینکه بتونید موفقیت رو تجربه بکنید، برای اینکه ببینید که چقدر راحت میتونید به هدفاتون برسید. و هر چیز دیگه‌ای که به شما گفتن همش دروغ محضه. و این پروسه پیشرفت کردن زمان میبره. باید تلاش بکنی. اینجوری نیست که شما یه دفعه فکرت عوض کنی همه چی عوض بشه. مرحله به مرحله، هر چقدر که رو باورات کار بکنی، هر چقدر که تلاشت رو بیشتر بکنی، یواش یواش به سمت موفقیت حرکت میکنی. یواش یواش شرایط زندگیت عوض میشه و پیشرفت رو تجربه میکنی. شما اگر 1 ماه این کار رو انجام بدید، از اتفاقاتی که تو زندگیتون میفته شگفت زده میشید. اگر بیاید رو باوراتون کار بکنید، رو تصویر ذهنیتون کار بکنید و براش تلاش بکنید، اتفاقاتی تو زندگیتون میفته که حتی خودتونم باورتون نمیشه. میتونید برید ویدیوهای دیگر هم ببینید تو سایت ما کلی ویدیو گذاشتیم برای شما. ویدیوهای بعدی هم قراره بذاریم و هر چند وقتی بار سر بزنید به سایت که ببینید ویدیوی جدیدی آپلود شده یا نه. امیدوارم واقعا هر کسی هر جایی که هست به هر چیزی که در این دنیا میخواد بهش برسه، چون که اصوله، یعنی معنای زندگی دقیقا همینه. ما اومدیم به این جهان که تجربه کنیم. امیدوارم هر چیز خوبی که دوست دارید رو تجربه کنید. امیدوارم هر جایی که هستید حال دلتون عالی باشه و جیبتون پر از پول. خدا نگهدارتون.